असली वतन में जन्नतें पुरचा हजार नेमतें नेकबत हमूद राहतें जन्नत सरासर रहमतें नेकबत हमूद राहतें जन्नत सरासर रहमतें। बुंगीज गुन अल्लाह है मेरावानो बख्शो के नामा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद की दुआ वो जोड़ो सरबुर्जो सोबिन बैत अजीज़ गिंदो का वशात बोती पिरिया में बलूचिया कि अफगानिस्तान मिलिंग गोशगिंदा शिंको तालाना बीत अजीज़ चारों का मरूची निकराही दानिंदगे गुनवत मान बरनामा दारन ई वाजा मौलवी मोहम्मद हाशिम राशिदिन के मस्जिद जामे हज़रत उमर फारूक के पेशों को ख़तीब हैं। उम्मीददारिंग तागुट सराय बरनामे या गुनम्मा हमरा वाजा मौलवी मोहम्मद हाशिम मिन्नतवारन के वती कीमती वक्ता पे मादात तो गुनम्मा हम गप बैत बाज मिन्नतवारन शुरू हम खुशाल शमा इंशाल्लाह तशरीफ सलामत मान हमसाए गो सियादे म्यांजीना छिपर के दिस्तगा बीत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिही बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअब्दुल्लाह व ला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना व बिज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि ज़िल क़ुरबा वल जारि ज़िल जुन्बि वस्साहिबि बिल जंब। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वअन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन ला यदखुलुल जन्नत मन ला यअमनु जारुहु बवाइक़हु रवाहुल बुखारी। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा ज़ाल यूसीनी जिब्राहील बिल जार हत्ता ज़ननतु अन्नहु सयुवर्रिसुहु रवाहुल बुखारी। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिलुल अरहाम। आगे फरीजान सवाल कशमा करते कि मसलन फ़र्क द हमसायगे वसत व सियादे मांजीना चींद हमसायग यस्त एक चीज़ आम است چیتی سیاد بید چیتی قوم بید چیتی براس بید چی بیگانه مردم بید حتی کارید کمی الجار یا ربی همسایگ معنا بید مثلا الجار باشما گوشن همسایگ یک کتاب انتا کارید کیت تا کافر نام شامل بید اگر تی یک همسایگ کافریت عام تسرا حق حقوق دارید اگر غیر شتی دینه و مذهب و آیینات عام تسرا حق حقوق دارید ولی سیاد یک کسی است که مثلا گوته یک سلسله نسب دارید یاش مثلا شمی پیرو گوت یک بودند یا شمی مثلا توترین پیرو گوت یک بودند شما خلاصه مثلا یک جای شمی نسب گوت یک بید خلاصه همسایگ عام چیزی چه شتی مذهب و دینه بید چه غیر مسلمانی بید چه مسلمانی بید بیای همسایگ گوشته بید ولی سیاد یک کسی است که مثلا سلسله نسب مشمی گوت یک جای وصل بیند ایرا سیاد گوشته بید همسایگ حق باره و سرپدی دید باز واشه به آیه که عزیز امبراس مشمی خدمت تاوانتون الله عز وجل فرمایش کن که شما اول الله عز وجل عبادت تا کنید و والله عز وجل شما یک کس را هیچ کس شریک قرار مدهید و بعد الله عز وجل فرمایش کن که شما گوتی پسوما سا نیکی کنید و در ادامه الله عز وجل گوشید و بذل قربا مثلا خیشاوند شما کسانی که شما گوان خیشاوندی دارید روابط دارید مثلا گوان والیتاما کسانی که مثلا یتیم هستند والمساکین کسانی که نادار و فقیر هستند شما مثلا گوان روش خوبین داشته باشید والجار ذی القربى همسایگی که مثلا شما خویشاونده و ادامه الله عز وجل والجار الجنوبی یعنی همسایگی که شما مثلا گسه بغلا آی گسن مراد مشمه موضوع میشه که همسایگا در مورد الله عز وجل فرمایش کرده که شما در مورد همسایگا شما اعمال و رفتار نیکی نه اختیار کنید و حدیث دارن پیامبر صلی الله علیه و سلم که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمایش کردند ما زال جبریل یوصینی بالجار در نبی فرمایش کردند که جبرائیل همیشه وصیت تکو در مورد همسایگا یعنی همیشه که بیات من ملاقات نه در مورد همسایگا وصیت های خاصه ابو هریره رضی الله عنه پیامبر حدیث روایت کردند که لا يدخل الجنه بهشت تا نرد کسی که من لا یامن جاره بوایقه امن و امنیت تا مبید مثلا آسایش تا مبید همسایگ شای مثلا آزار و دستا مثلا یعنی کسی که همسایگ شده دستا امان مبید همسایگ شده دستا یا سودک مبید شخص بهشت تا باز وش تنشش مفيدين سرپدیداتنا واقعا باز وشالو من نتوارن شما
انو نمارا سیاد و قومانی حقه واسطه سرپت کند باز وش بیان. بله، پیامبر صلی الله علیه و سلم مشما حدیث دارن که در مورد مثلا سیاد و قومان در مورد خویشاوندان گوشید که صل الارحام، شما صله رحمی یکدیگر را وصل کنید. صله رحمی به چه معنی؟ اصل صله رحمی این معنی دارید کسی که مشما قریب، مشما خویشاوند، مشما گوی دوستی و راسی دارن. این به معنی نه که اما گسا کرد اما برون هایی گسا. اصل پیامبر صلی الله علیه و سلم شید حدیث تا دیگه جایی که اما کسی که روابط گوشما قطع کرده شما همی گسا برود. اصل صله رحمی علما شب به معنی کسی که تا گسا کرد تا گسا روی خو صله رحمی نبود. صله رحمی اصل حقیقت معنی میشه که کسی که گوتر روابط قطع کرده شد تا ناراحت انتی گسا نکرد تا روای گسا. امی پیامبر صلی الله علیه و سلم مقصد که شما صله رحمی کنید و روابط شکایتگر قطع نکنید. و صله رحمی که مشما مسلمان باز مهمه. خب علی الخصوص کسی که مشما روابط قطع کرده، مشما گسا نکرد، مشما سوجا نکرد، مشما لازمه که مشما برون ای سوجا گیرن، ای علاج استوجو کنن که پشی مثلا اگه معبر نداد پشی هم مجلس آن نکرد. صله رحمی پیامبر صلی الله علیه و سلم باز مهم گشته. تشکر چشمه وشین سرپدیداتنا. دوره واجه صلی الله علیه و سلم بسیاد و قومانی واسطه چی سوگهی دارید؟ در این مورد پیامبر صلی الله علیه و سلم در مورد همسایه حدیث باز دارید. یک حدیث نوشاد که یک صحابیت پیامبر صلی الله علیه و سلم و شکایت کو کنیم همسایه نازار و اذیت تکن زاگی گونی زاگان جگه کنن من شای همسایه داری راضی نه و نواز من پازاب. پیامبر صلی الله علیه و سلم حضرت ابوبکر و حضرت عمر دیم داد مسجد مردمان صحابان جمع کنید و پاوان واز و سخنرانی کنید که هر کس همسایه شای مثلا آزار و اذیت گندید ایرا عذاب کند، ایرا مثلا مورد عذاب قرار داد و ایرا مثلا شکنجه داد. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمایش کرد که شخص به بهشت نرود. و در مورد همیشه پیامبر صلی الله علیه و سلم دیگه حدیث داری شد اذا طبخت مرقه مثلا زمانی که شما گسا بر کرد شوروای پیامبر صلی الله علیه و سلم شد ایافا باز کنید و همسایه یک چیز ده باز واشتن چشمه سرپدیداتنا. امیر از شایع و حدیثه بسیاد و قومانی واسطه سرپدیدت باز واشه. اما آیا که مشمع خدمت توانتون الله عز و جل مشوران فرمایش کن دعا برکن بذل قربا. ذل قربا علما فرمایش کن به معنی که خویشاوند، یعنی کسی که خویشاوند دارید، کسی که دوست دارید، قریب دارید، طبق که الله عز و جل فرمایش کرده و طبق دستورای پیامبر صلی الله علیه و سلم کسی باید گوان معامله کن و آن باید مشمع روابط و تیقات عمل کنن. اگر مثلا مشمع خوشی دارن مشمعون خوشی انت شرکت کنن، اگر غم دارن خدا نخواسته مشمعون غمان انت شرکت کنن و اوانا اوتی اعضای خانواده بزنن و اوانا اوتی مراسم انت سی کنن. مثلا نگم بید که مشمع فقط بعض مردم اصطلاح دارن که عید بی عید دارن خیشه گسا و قومه گسا یا مثلا همسایه گسا دیگه وقت سوجه نگیرن. نه، اما همسایه که مثلا مسجد آنکه چه مشکل مثلا مریض آیا جای سفر اشته خویشاوند مثلا چون وقت من ندیستون الحمدلله نو امکانات باز مشما توانن که یعنی هر روز هر شب یک زنگ پام سایه بجنن پوت خویشاوند زنگ جنن که تی کاروبار چونن تی زاک چونن تی اولاد چونن تی گسه تا مشکلی نه مریضین این مچ حق انت اسلام یک خویشاوند دیگه خویشاوند سره دارید یک همسایه دیگه همسایه سره دارید ایشان بعد مشما مچ چنا مد نظر خیر گندت باز واش تو تششما جوان سرپدیدات واجه محمد هاشم اگر امی اسلام تا مشما بساب مسلمان سرای حقوق که مشخص هو. بله. اگر کافر گو مسلمان هم سایق بی چه حقوق که کافر به مسلمان سرا دارید و چه حقوق که مسلمان به کافر سرا دارید فی برای گمارا سرپدیدت باز واشه. علما فرمایش کردن تمی الجار کلمه الجار به معنای همسایه این فقط مخصوص مسلمان نه که فقط اگر مسلمان همسایه ما حقوق ادا کنن ولی اگر کافریت نه حق حقوق ما په مسلمان دارن اما من باید کافران مد نظر داشته باشیم. اگر کافر کسی تا غم شادی کرد اما مثلا گویی یعنی انسانیت تبارم ما باید گویی شرکت کنن اما زاگ گوانی زاگا جنگ ما کنن اما سرایت بیان سرایت یک چیزی ما کبید خلاصه اما رفتاری که ما گو مسلمان دارن اما باید ما گو کافر داشته باشیم. چرا؟ چون امی دین اسلام امی روش جوانین این سبب بید که امی کافر مسلمان بید. پس رفتاری که ما به یک مسلمان دارن اما رفتارن باید گو کافر هم داشته باید تا امی رفتار تا امی روش و امی زندگی گوی این سبب بید که دین اسلام بیاره. پس چیزی که بخاطر مسلمان است همسایه‌داری تا به کافر هم باید مد نظر گرفته بید. نباید گو کافر ما گوشنی کافری اما گوی جنگ کنن اما زاگ گوی زاگا جنگ کنن اما را تکلیف ده نه دین اسلام باشنا اجازه ندن
که همسایه اگر کافر هم بید باید حقوق همش مد نظر داشته باید. واجه مولانا صاحب دین اسلام تا یک همسایه چه حق ادگه همسایه سرا دارید و چون کند که همسایه حق ادا کند پی بارا مارا سرپدی دیت باز واش یک همسایه سرا اولیش که شخص ممنوع که یک همسایه دیگر اذیت و آزار کنه. اچھی آزار و اذیت گوندوانی بید که اکثر وقتا می اختلاف که کایان یک همسایه دیگر ناراض تبید شمی گوندین زاگانیا گوندین زاگروان گم همسایه جنگ کنه. این مشمع دین اجازه نداره که یک همسایه زاگ و همسایه دیگر اگر جنگ کردن مشمع سنا و مصلحت تا شان مشمع حل کنه. و یک توین نتوان که مثلا همسایه توین جنگ کنه یا یک جنین زاگ برات خدا نخواسته گوان جنین زاگان اختلاف کنه. شب مشمع اسلام اجازه نداره که مشمع همسایه آزار و اذیت کنه. و چیز دیگه ایش که مثلا وصیت در مورد همسایه کنه. مثلا مشمع قصه مزنن مشمع باید اوتی زاگانه اوتی جنیکا اوتی خانواده وصیت کنن که در امگومی همسایه شما جنگ و جنجال مکنه. اگر این همسایه زاگاتن دشمن قصه تا جنگ و جنجال کردن گوندین زاگ مشمع باید وصیت خیر داشته باید که اگر شما قصه تا یک چیز داشته اضافه میوه چیزی به اصطلاح امی همسایه مثلا شوتی و شام مبرد و ای کمک کنید این وصیت اسلامی. و دیگر اینش که مواظبت کنن همسایگان مثلا اما همسایه سرپرست شتا سفرت ای قصه غیر مثلا شما خانواده و اما گونده مندو انین اما مواظبت که مشما پوتی خانواده کنن باید ای خانواده هم کنن ای خانواده باید اساسی مثلا یکی بوتک مکن که اما قصه تنها اما سرپرست سفر یعنی مواظبت که مشما پوتی خانواده کنن اوان خانواده علو سوجان باید گیرن که اشم خانواده تا کس مریض و اشما دیگه مشکل ندارد ایا مواد خوراکش مگه تعالی سلطان بعد مشمع ای سوجان هم در مورد خانواده کنید. جناب مولانا صاحب باز وشال هستند که جوانین و مفید معلومات به همسایه و سیاد و قومان بارا و سرپدی داده تمارا باز وشال و تنششما خیر گندید. جناب مولانا صاحب فی سر برنامه کشما گوشتید که علامه نیکبختی یک شخص ایشن که جوانین همسایه داشته بید و باز جالبت پمن و یک سوال پمن پیش آید که دیگه چی علامه هستی که نیکبختی علامه بیان پی بارا گمارا سرپدی دیت واشه. من یک جای کتاب یک وقت مطالعه کردم ندا 4 چیزا گوشتد که علامت نیکبختی هست. یک 4 چیزا که میشد که مثلا کس خانم داشته بید که مثلا جوانین نیکی نبید صالح نبید الله فرمان بردار و پیامبر صلی الله علیه و سلم و تی مرده فرمان بردار بید یک شنیک بختیا نمیشه. و دومین چیزی که یاد آورد گوشت مثلا یک کس مسکن جوانین داشته بید یعنی مثلا به اصطلاح مشمع اسرای جوانین توین داشته بید که جندی هم راحت بید اگر آدم میمان و میمان نوازی کند ام بیان جوان آدم مثلا راحت بین این دوم نیک بختیت. و سوم نیک بختیت آورد که مثلا کسی همسایه جوانین داشته بید همسایه جوانین این نشانه نیک بختی و یک انسان. و چهارمین چیز آورد که مثلا یک انسان نشانه نیک بختی میشه که مثلا یک سواری جوانین داشته بود مثلا به اصطلاح قدیم مثلا اشتر بودن قدیم اسب بودن که شخص جوانین اسب داشته تیزروانی جوانین اشتر داشته و مالی مروج روچا مثلا ماشین که کس جوانین ماشین داشته بود نوکم به اصطلاح ماشین داشته بود زب کولر مولر جور بود. این بعضی عالم کتابان تافتن که 4 چیز این نشانه نیک بختیه و برعکس بعضی گفتن دیگه می 4 چیزا کس داشته مبید خدا نخواسته علامه بدبختیه بود مثلا کسر خانم خوبی نبود تمام زندگی و برنامه ای خراب بود اگر کسی جای گوندت نتوانید که بیمار بیارید بازم پریشان بود اگر مروچ ماشینی نداشته خدا نخواسته اگر مریض زیاد پریشانه اگر جای تفریح جای بروی ملاقات دوست و براس همسایه خویشاوندی بروی ام باز پریشانی اگر همسایه نداشته و باز شمود چند تکلیف بیشتر بود چون همسایه که مثلا خدا نخواسته فرمان بردار الله مبید فرمان بردار رسول مبید نماز گزار مبید نیک مردم مبید توانیم بازاب گوی مشکلات تام گرفتار به روز جنگ و جنجال. بعضی علما کتابان تاورتان که 4 چیز علامت نیک بختیه و 4 چیزا کسیما دارید متاسفانه بعضی علما گفتند این علامت بدبختیه. خیر گندت باز وشوتن که جوانین و روشنین سرپدی دادت به ما امی یک حل کو دیه تا که زندگی کنن تا چه اندازه بیسا دور و اطراف همسایه گشتگه بند امی باره اگر مرا معلومات و سرپدی دیت واشه باشش در این مورد من جستجو تحقیق باز کردم بازم الحمدلله یک جای جوانین مناسب این که علامه ابن حجر عسقلانی علماء گذشتان او کتاب تا فتح الباری تا کارید که یا تحقیق کرده و اصل معلومات میشه که تچل قصه یعنی مثلا یک رگس امید است مثلا به طور مثال 40 قص طرف شرق و غرب و شمال و جنوب ای ایم سایق گشتابه
یعنی تا 40 گس این حق حقوق همسایگی داره. بعض علما هم گفتن مثلا مسجد اذان هر اندازه که مش مسجد اذان رو توار رو آش همسایه گفتم یا تا اذان یه ما قدیم یا برید چون نون وسایل امکانات بعضی تان بلندگور توار باز برز برن اما قدیم علما نظریه بوده که اذان که کشکتن این مثلا اما مسجد مقتدی و ایگوت همسایه گشته منتوار ششما مولانا صاحب के वती कीमती वक्ता बेमा दाते तो अम्मारा पा हमसाए गो सियादे हक्के बारवा जवानी नो बारजिशें सरपदी दाते منتوار ششما خیر گندت و انون اگر سوگی نصیحت چیز پازیزن گندو کان داشته بید توانت که گوشت جوړ بلاله الله تعالی عزت دن په خیر به نی پیام پازیزن گندو کان هیڅ کی همسایه حق مشمه سرا بازا خاطر که همسایه که امی اندازه کافین پوشما کی الله عز وجل همسایه حقا بعد شوتی حقا قرآن شریف داده گشته مثلا شما و الله عز وجل کسرا شریک مکنید و پسما سا خوبی کنید و در ادامه آیا الله عز وجل همسایه حقا گشته که شما و همسایه خوبی کنید همسایه مثلا گسش می و گسان نزدیکید یا مثلا همسایه مثلا واضح گوشند که می تفسیر آیه که مثلا یک رفیق شما یک جین شپروت مثلا شما در حال تحصیل علم وای نیکی کنید پس در مورد همسایه شما باز کوشش کنن و ما وصیتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به شما گفته که یک شخص بهشت تا نرود حضرت ابوبکر عمر رضی الله عنه شما برود مردم را سخنرانی کنید اگر همسایه شما هزار وضعیت گندید شما بهشت تا نرود پس این فرمایش الله و رسول صلی الله علیه و سلم این شما درس این مخصوص پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتا و صحابه کرام آنان مشما هم درسته که مشما تبغي گفتای الله عز وجل و تبغي پیامبر صلی الله علیه و سلم ارشاد و فرمایشان مشما گم سایه خوبی کنن همسایه و تجنده خانواده دارن همسایه زاگا و تیزاک دارن آ چیزی که من شما بود دوست دارن اوانه همسایه دوست داشته بین و چیزی که مشما نلوتن په تجنده اره همسایه ملوتن و دوتی همسایه همکار بین این دنیا بی وفاین دنیای یبقى گنده مشما وقتا تو مشما شو دنیا شوتن در حالی که همسایه شما ناراحت است همسایه شما ناراض است بارها مادستان که همسایه شک همسایه جال دیتا گسا دیگه جای برتا ای همسایه پای گریتان این نشانه چین این نشانه بوده که همسایه جوانی همسایه بوده همسایه نیک همسایه بوده همسایه نماز خان و قرآن خانی بوده لہذا ای دوریا ای مردم طاقت نکردند تو شای دوریا اکشتا اگریتان و باز همسایه هم بودند که لردیتان یعنی مردم آتان شکر کردند که الحمدلله همسایه که اما شش زاگه دستا در امنا ناتن شش جنده هم در امان ناتن خانواده مناسب خانواده نات همیشه اما تکلیف دادن یعنی اتاند الله شکر گفتن که خوب بود که همسایه شما لدید پس اما یک همسایه بین آخر نیبر همیشه که خیر همسایه بین اگر شک جای لدیتن شوتن شما به خوبیت کنن یعنی پوشمه پدا گریوان یعنی که همسایه بین خدا نخواست مردم گفتن دیار خوب بود که فلانی لدید زاگ گم زاگان جنگ کردن جندی جوانی مردم نات مسجد انکات نماز انکات پس در مورد همسایگان چیزی که پیامبر صلی الله علیه و سلم الله گفته و مشمه عالم په مشما گفتند اوانا مشما ان شاء الله زندگی تا بیارونو طبق ما ان شاء الله مشما زندگی کنن که یک زندگی خوب داشته باشه همسایگ مشما خوب بود من دیمتر هم گفتم مشما زندگی هم خوب بود این علامت نیکبختی علامت خوشبختی یه بارن که مادات ان شاء الله عز وجل لوټن که الله عز وجل اول مشمارنا واګندو کې دوست براسانه کې برنامه ګنتم تو چارند ان شاء الله مچن الله عز وجل توفیق عمل دن السلام علیکم ورحمة الله تعالی وبرکاته منتواران جناب مولانا صاحب محمد هاشم راسد के वती कीमती वक्ता तई वादा बमादात तो हमारा पा हमसायगो सियादे हक्के बारवा सरपदी दाते तशक्कुर منتوارا ششما خیر گنده عزیز گندو کان منتواران के तई वादा वती पिरिया में बलूचिया अफगानिस्तान मिलिंग गोशगंदा चारों को गंदो करते पिरियाम बेगुर सरा रस्तगी मन फरीद नूरिश में पिरियामानी पीश कनोक ता दिगर पिरिया में अज़्म मुवक्कल लूटीन अल्लाह इसमें सातुक बीत